السلام علیکم داملای عزیز. آیا به دعوت به معرکه خدایی توی رفتن اجازت است یا نه؟ یعنی وقتی که در بین تاجیکای ما توی ها داریم، خدایی ها داریم، هر گونه معرکه های خیر احسان داریم و ما و شما را دعوت میکنن برای گویم خوردن همون طعامی که آماده کردن، آیا اگر همونجا به دعوت رویم این اسلام چگونه بها میدهد؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دعی احدكم فلیجب فان كان صائما فلیصلی وان كان مفطرا فلیطعم. رواه مسلم. حبیب خدا میگوید هر وقتایی که شما را ای بندگان خدا کدام خانه ای که دعوت کردن دعوت را اجابت کنید، دعوت به ذمه شما واجب می شود. فإن کان صائما، مبادا تو را آمد و خبر داد گفت پیغمبر خدا تو روزدار بودی، مثال امروز ماه شوال است، بعضی برادرای اسلامی ما و شما 6 روزه از ماه شوال روزدارند، فریاد میزند میگوید خانه من نصف روز است یا سحر است نانخوری، میگوید خدایی خیر احسان کردم. اگر تو روزدارم که باشی حبیب خدا گفت حتمی اجابت کن، رو در خانه همون برادرت حضور کن، اشتراک کن. اگرچه از طعامش نمیخوری فلیصلی، و معنای فلیدعو، دعا کن در خانهش. شرط از خوردن نیست. امروز ما اگر کمی سیر باشیم یک جای دیگه دعوت میکنن نمیریم، روزدارم که نباشیم نمیریم، به خاطر میگیم خیلی سیریم کجا میریم، لیکن نمیدانیم که دعوت واجب است. وقتی دعوتی کردن در ذمه ما واجب می شود، باید که ما او را قبول کنیم. وقتی اگر وعده دادیم که میبیم الکی تماشا کنیم که این به ذمه شما واجب می شود، نرفتین شما گناهکار می شوید. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گیمارید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید با مانند پسوریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما با شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هزارها شکر و حمد از برای آن پروردگاری که اگرچه از عمر ما باز یک هفته سپری شد و امروز باز ما و شما در این روز مبارک
روبرو شدیم و این روبرو شدن ما و شما و این انجمن و این مجلس و این منظره که در این ساعت رخ داده ایستاده است، اینم یکی از منظره های جنت به شمار می رود. چگونه ای که جنت راحت دارد، چگونه ای که بهشت به خود یک فیض، یک برکات دارد، این مجلس ما، این یک ساعتی یاد خدا به خود فیضی دارد، به خود برکات دارد. از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان این جمعیت ما را هیچگاه پراکنده نگردانی و خدای مهربان همیشه این بندگان خودت را از این روز سید، از این روزی که پر اجر و پر ثواب است و از این موعظه هایی که سر به سر نور و برکات است، خدایا این بندگان خودت را موفق بگردانی. خدای مهربان گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا بیماری های این جمعیت را و دیگر بیماری هایی که در بیمارخانه ها خوابیدند، خدایا شفای کامل نصیبشان بگردانی. و این بندگانی که به این خانه تو آمدند، آرزوها دارند، مرادها دارند، مقصودهای نیک دارند، خدایا همگی را برآورده بگردانی. تا جمعه دیگر خدای مهربان این قوم و جمع ما را صحت و سلامت نگه بداری. خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را آباد و زیبا بگردانی. معنویات، اقتصاد، اسلامش را خدای مهربان بلند برداری. رئیس جمهورم که برای بهبودی این ملت تاجیک، این مردم تاجیک سعی و کوشش ها، حرکت ها دارد، خدایا ایشان هم به همه عملهای نیکش، به همه مقصدهای نیکش خدایا غالبش بگردانی، استوار نگهش بداری و از همه بلا و آفتها در حفظ امانت نگه داریش. آمین یا رب العالمین. جمعه گذشته ما یک منظره را از روز قیامت برای شما حکایه کردم، برای شما از آیاتهای قرآن تحلیل کردم که این دادن نامه اعمال به دست راست بود که از سوره مبارکه انشقاق و از سوره مبارکه حاقه برای شما حکایه کردم و باز برای شما وعده دادیم که دادن نامه اعمال با دست چپ چگونه هست. با دست راست ما از بشارت‌های پروردگار آگاه شدیم و با دست چپ وقتی که انسان نامه اعمال را میگیرد و چی میگوید در حالت، میخواهم در پیش گفتار این موعظه امروزه ما که از سوال و جواب عبارت است، پیش گفتار او میخواهم که این منظره را برای شما بیان کنم. باز رجوع میکنیم به همون سوره انشقاق و باز به همون سوره حاقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظیم. چه یک منظره دهشتناکی است. چه وجود آدم خیلی نارام میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من اوتی کتابه بشماله
فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها كانت القاضیه ما اغنى عني مالیه هلك عني سلطانیه. صدق الله العظیم. آیت هایی که اول تلاوت کردم از سوره مبارکه انشقاق پاره 30 قرآن، میخواهم اولا از تحلیل او و شما خبر دهم و بعدا به سوره حاقه باز میگردیم. و اما من اوتی کتابه وراء ظهری، پروردگار میگوید وقتی روز قیامت کارنامه او را، نامه اعمال یا کتاب خیر و بدیهای او را وقتی که از جانب پشت او به دست چپ او داده می شود، مفسرای قرآن می گویند دست ها، چه دست راست و دست چپ، چگونه که یک جنایتکار بالای جنایتش دستگیر می کنند، دست های او را پس پشت با زنجیرها می بندند. روز قیامت انسانی که نامه اعمالش اگر با دست چپ داده شود، اگر امروز حکومتدارا از قسم پایان میان اگر دست بندند، پروردگار از بالای گردن دست می بندند، دست ها هر دو بسته می شود. الله اون منظره را برای ما خبر داده ایستاده است و در دست چپ او از قسم پشتش نامه اعمال، همون کتاب نیکی ها و بدی هایش داده می شود. وقتی این کتاب را با دست چپ که این بنده که گرفت، الله چی می گوید؟ فسوف یدعو ثبورا. این بنده آگاه می شود که دست چپ خطر دارد، دست چپ عاقبت خوب ندارد. این حالت داد می زده است. فسوف یدعو، فریاد می دهد ثبورا. ثبورا چیست؟ نابودی و هلاکت است. می گفته است ای کاش پروردگارا همون مرگ که در دنیا کاری مرا به ختم رسانید، همون مرگ پیدا کن تا که اون عذاب دردناکی تو را دیگر مشاهده نکنم. ای خاک بر سرم، این چه خجالت و چه شرمندگی است که امروز من در بین این بندگان خدا مبتلا شدم. داد میزد است. ای کاش میگفت از همون عمری که الله برای من دادی، من در راه بهبودی و در راه عبادتی تو صرف میکردم. ای کاش از اون نفسهایی که از ذکر تو خالی بود. داد میگفت است. همون دنیایی که مرا فریب کرد، همون دنیایی که من برای این دنیا نه نماز خواندم، من برای این دنیا شده دیگر نه یک میل به خدا و به پیغمبر و به کتاب داشتم، همه وجودم فقط در دنیا دادگی بود. نفهمیدم که الله در قرآن و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعیب، الله گفت ای مردم آگاه باشین، این دنیایی که فردا شما را داد شما را و ویلای شما را میبرارد در قیامت، این دنیا یک مثل بازیچه است، مثل یک کار بیهوده است، بازیچه است. طفل فریب این متاع دهر به عقل مردمان که بر او مبتلا شوند. حضرت مولوی میگوید آدمای به عقل برای دنیا شده قیامت و قبرشان فراموش میکنند. این آدم فریاد میزد است، داد میگفت است. فرصت عمر عزیز است. حضرت مولوی برای همین شاید ما را نصیحت دارد، فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری. هر نفس گوهری نایاب، تو ارزان مفروش. نفسات خیلی قیمتن، ارزان نفروش. در این راهی گویم غفلت و در راهی که عاقبتش خطر و شرمندگی و خجالت دارد، در این راه این نفسها را نفروش. فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا. وقتی این داد میگفته است، ای خاک بر سر میگفته است،
ای کاش همون مرگ باز همینجا کار خودش را بالای من انجام دهد. پروردگار مالکان دوزخ فرمان میداد است و یصلی سعیرا، این بنده ناشکر و ناسپاس و به عبادت بر دوزخ کشید. امر میکرد است انه کان فی اهله مسرورا. پروردگار بیان میکند این بنده که الحال نامه اعمالش را به دست چپ گرفت و اینجا پشیمانی و ندامت و خجالت دارد، میدانید که این کی بود؟ انه کان فی اهله مسرورا. این همون بنده هست که در دنیا وقتی گناه میکرد میخندید مسرورا، با یار و رفیق و اهل و خانوادش بسیار خوشنود بود، در گناه کردن پروا هم نداشت، غم هم نمیخورد که از من گناه صادر شده است. این همون انسان است. الله میگوید انسانی هست که همه گوییم چیزی که از قوت داشت فقط برای دنیا صرف کرد، یاد آخرت نکرد. تو را دنیا همی گوید که از تو را دنیا همی گوید شب و روز، تو را دنیا همی گوید شب و روز که حان از صحبتم پرهیز. ای انسان ها میگوید همین دنیایی که برای این شده شما از عبادت پروردگار دور میمانید، انا همین دنیا شما را چی میگوید؟ هر روز فریاد میزد است تو را دنیا همه گوید شب و روز که حان از صحبتم پرهیز کن از صحبتی من، هیچ وقت با من نزدیک نشو. مده خود را فریب از رنگ و بویم، مده خود را فریب از رنگ و بویم که هست این خنده من گریه آمیز. گفتن دنیا چی میگوید؟ مده خود را فریب از رنگ و بویم، خیلی زیباگی دارم لیکن رنگ و بوی من تو را فریب ندهد، زیرا که خنده من عاقبتش گریه دارد، خنده من عاقبتش زاری و تولا دارد. الله میگوید انه کان فی اهله مسرورا. اون بسیار در دنیا خرسند بود، در بهترین ماشین ها می نشست، وزنین ترین گناه را انجام میداد، خیلی وقتش خوش بود. انه ظن ان یحور. الله میگوید این انسان در دنیا گمان میکرد که اصلا بازگشت به سوی من ندارد، هیچ وقت فکر مردن نمیکرد. بلا ان ربه کان به بصیرا. پروردگار میگوید هرگز این چنین نیست، روز از روزها البته بازگشت تو به سوی من هست و من بر هر عمل نیک و بد تو بینا هستم، دانا هستم. سوره حاقه چی میگوید؟ و اما من اوتی کتابه بشماله. پروردگار باز این منظره را حکایه دارد. هر وقتایی که نامه اعمال شما با دست چپ شما داده شد، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. ای کاش که پروردگارا این نامه اعمالم را بر من نمی دادی، ای کاش که پروردگارا این نامه اعمالم را به دست من نمی دادی. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه. ای کاش پروردگارا حساب من نمی دانستم، زیرا می داند که از این حساب وای در عذاب و در زیان است. ای کاش که پروردگارا من عذابم را نمیدانستم، حسابم را نمیدانستم، کاش که این کتاب من کشاده نمی کردم. یا لیتها کانت القاضیه. ای کجاست همون مرگ که باز بالای من هجوم کند، این جان مرا گیرد، این منظره دهشتناک من نبینم. فریاد میزد است
قتاده میگوید در تفسیرش که ببین میگوید انسانی که در دنیا از مرگ بیزار بود، از مرگ میگریزد، وقتی این منظره دهشتناک در قیامت میبیند خودش مرگ فریاد میزد همون مرگ در کجاست، باز یک بار دیگر جانی مرا گیرد. هلک عنی سلطانیه. خداوند میگوید انسانی که جاه و منصب و مال و ملک و سلطنت داشته باشد، وقتی نامه اعمالش به دست چپش داده شود اونجا پشیمان می شود و داد میگوید که این سلطنت من، این منصب من، این نسب من، این پولداری من برای من هیچ نفع، هیچ فایده نرساند. این است یک منظره از دادن نامه اعمال با دست چپ و نامه اعمال با دست راست. همیشه ما در نمازهامان دعا کنیم که خدای مهربان نامه اعمال ما این جمعیت را با دست راست دادند نصیب بگرداند. خدایا از این منظره خیلی دهشتناک و شرمنده آور این جمعیت ما را نجات بده. انشاءالله بعد گرفتن این نامه اعمال با دست چپ از جانب پروردگار چی امر می شود؟ خدا خواسته باشد جمعه آینده من در یک پیشگفتار خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه، این خطاب پروردگار است نسبت آن کسانی که در دنیا در قیامت نامه اعمال به دست چپ گرفتن، اونها را به کجا امر میکند؟ مالکای دوزخ. انشاءالله جمعه آینده من اینا برای شما خبر میدهم، زیرا که خیلی سوالهای زیاد در پیش دارم، همینها را جواب گوییم. السلام علیکم داملای عزیز. آیا به دعوت به معرکه خدایی توی رفتن اجازت است یا نه؟ یعنی وقتی که در بین تاجیکای ما توی ها داریم، خدایی ها داریم، هر گونه معرکه های خیر احسان داریم و ما و شما را دعوت میکنن برای گویم خوردن همون طعامی که آماده کردن، آیا اگر همونجا به دعوت رویم این اسلام چگونه بها میدهد؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دعی احدكم فلیجب فان كان صائما فلیصلی وان كان مفطرا فلیطعم، رواه مسلم. حبیب خدا میگوید هر وقتایی که شما را ای بندگان خدا کدام خانه ای که دعوت کردن دعوت را اجابت کنید، دعوت به ذمه شما واجب می شود. فإن کان صائما، مبادا تو را آمد و خبر داد گفت پیغمبر خدا تو روزدار بودی، مثال امروز ماه شوال است، بعضی برادرای اسلامی ما و شما 6 روزه از ماه شوال روزه دارند، فریاد میزند میگوید خانه من نصف روز است یا سحر است نانخوری، میگوید خدایی خیر احسان کردم. اگر تو روزدارم که باشی حبیب خدا گفت حتمی اجابت کن، رو در خانه همون برادرت حضور کن، اشتراک کن. اگرچه از طعامش نمیخوری فلیصلی، به معنای فلیدعو، دعا کن در خانهش. شرط از خوردن نیست. امروز ما اگر کمی سیر باشیم یک جای دیگه دعوت میکنن نمیریم، روزدارم که نباشیم نمیریم، به خاطر میگیم خیلی سیریم کجا میریم، لیکن نمیدانیم که دعوت واجب است. وقتی دعوتی کردن در ذمه ما واجب می شود، باید که ما او را قبول کنیم. وقتی اگر وعده دادیم که میبیم الکی تماشا کنیم که این به ذمه شما واجب می شود، نرفتین شما گناهکار می شوید. خب و اگر باشد که روزخور باشین گفت پیغمبری خدا، روزدار نباشین، پس از طعامش میخورین، مقصد اجابت کنین. لیکن حبیب خدا در این مسئله حدیث های دیگر هم دارد که باره از یکی از صحابه های پیغمبر خدا را گفتن خاندان ما بیگاهی مرحمت، من برای 5 نفر آدم طعام آماده کردم، می توانی ای حبیب خدا همراه 5 نفر به خانه من بیایی؟ حبیب خدا میگوید وقتی بیگاه شد
یک نفر زیارتچی حبیب خدا از کجای پیدا شد؟ حبیب خدا این شخص هم گرفتن همراه خودشان. ولی امروز ما و شما هم عادت داریم که مثال ما را یک کس خبر میکنن، دو سه نفر دیگر را میگیریم، خیلی همون نان کرده ساخی، همون مثال نان هست، فرقش چی آخی؟ چی شما بخورین، چی فلانی خورد، گفته هم تری دلیل ها داریم. حبیب خدا هم میگه همراه خودش همون نفری مهمان گرفت و برد. لیکن خاندار 5 نفر گفت، حبیب خدا 5 نفر گرفت، این مهمان هم همراه خود برد. لیکن مهمان در بیرون کوچه گذاشت، همراه 5 نفر خانه خاندار درآمد و از خاندار پرسید، همون 5 نفری که گفته بودی اینا مرحمه، لیکن یک نفر زیارت من آمده است، مهمان من است، بیرون خانه است، حق داری، اگر خواهی قبولش کن، نخواهی قبولش نکن. خاندار چی گفت؟ و حبیب خدا گفت من قبولش دارم. گفتن یعنی مهمان قبول کردن به اذن خاندان، به اجازت خاندان شد. از همین خاطر باشد که صاحب چهار کتاب میگه اول آن باشد که مانندی مگس هم میدانیم پشه، اول آن باشد که مانندی مگس، مردی ناخوانده شود مهمان کس. هر کی او مهمان کس ناخوانده شد، نزد مردم خار و زار و رانده شد. کسی به دعوت خانه یک برادرش قبول کرد، وای الله که چی است؟ وای خار است، وای زار است، وای شرمنده می شود. برای یک تکنانی که همونجا استفاده میبری قدر و شرف قیمت گم میکنی. برای همین امروز این مدنیت دم شما باید رسین. بس از مثال خدای کافتن و جای نان و آب کافتن، این شرمندگی است. دعوت ما کردن انشاءالله قبول، دعوت نکردن ما حق مثال در خاندان او اشتراک کردن نداریم. اون سخنایی که مثال پیشینی ها بود، نانش شنوی و نرای گناهگار میشه، ایره کدام با همین پیشوای شکم چرام به دست باور کنین. هیچ یگان دلیل ها ندارن. من دلیل هاش از حدیث برای شما خوانده دادم. قبول نکنین. هر یک جا به خودش گویم نفر دارد، آدم دارد، شرایط دارد، حساب میکند چی مقدار قوت و مثال طعامش میرسیدگی است، بعدا مردم دعوت میکند. آیا بسم الله را در طعام فراموش کنی یا قصداً ترک کنی چی میشود؟ اگر بسم الله الرحمن الرحیم پیش از طعام خوردن ما قصداً ترک کنیم گناهگار میشویم. هر یک کار باید که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شود. حتی وارد شدن جنت ده انسان بسم الله الرحمن الرحیم میگفت است، با جنت میدرآمد است. همیشه باید که در زبان ما بسم الله الرحمن الرحیم جاری باشد. باری میگه پیغمبر خدا در یک حکایه خوانده بودم، با یک نفر میگه نشستم طعام خوردم، وای بسم الله الرحمن الرحیم نگفت، خورد طعام قریب در آخر طبق یک ناله ماندنده، بعد چی گفت؟ گفت بسم الله اوله و آخره. این از روی حدیث است. پیغمبر خدا گفت کدامت اگر فراموش کردی در بین طعام یا آخر طعام در بیادت آمد چی بگو؟ بسم الله اوله و آخره. بسم الله اول و آخر. میگه با این مرد من طعام میخوردم وای بسم الله نگفت، بعدا یک طعام ماندند که بسم الله اوله و آخره گفت. این زمان حبیب خدا میگه من خنده کردم. پرسید چرا میخندی؟ گفتم تا همین زمانی که این بسم الله را تو تکرار نکردی همراه تو شیطان طعام خورده ایستاده بود. وقتی تو بسم الله اوله و آخره گفتی شیطان آنچه که خورده بود همش پس گردانید. این قوت دادن شیطان است کسی اگر بسم الله الرحمن الرحیم نمیگوید. پدر و مادر هم فرزندان را باید تعلیم دهند در نزد دسترخوان با دست راست خور بچم بسم الله الرحمن الرحیم بگو. اینا را باید پدر و مادر فرزندان را تعلیم دهند. السلام علیکم ایشانی حاجی مرزا، به عدد رحمت خدا بر شما باد که من یک زن مسلمان هستم. از دوشنبه با همراهی شوهر و فرزندانمان از کسیته های شما بهره میبریم. یک سوال دارم. شوهرم سیگارت میکشد،
آیا این در اسلام چه حکم دارد؟ ساده و روشن بیان کنید که شوهرم معلم مکتب میانه هست. من این مسئله را چندین بارها گفتگی هستم، چی درباره ناز چی درباره سیگارت، که اسلام شعار دارد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام شعارش همین است که از چیز ضرر نبین و به کسی ضرر نرسان. این شعار اسلام است، از چیز ضرر نبین و با کسی ضرر نرسان. مقصد از سیگارت تو ضرر میبینی، تو شعار اسلام پایمال داری. برای همین سیگارت در اسلام حرام است، چی از جهتی گوییم که در جسم آدم ضرر دارد، چی در اقتصادیاتش ضرر دارد. وقتی هر چیزی که به جسم آدم ضرر داد، به جسد آدم ضررش رسید، این در اسلام حرام است. هر یک حرام کرده پروردگار حکمتش انا همین است که شما تماشا کنید چیزی را که خدا حرام گفته است و حتمی در ارگانیسم شما ضرر دارد. برای همین باز مخصوص اگر این برادر ما معلم باشد، معلم باید از سیگارت و از ناس دور باشد. معلم در پیش طلبه وقتی که سیگارت میکشد، ناس میکشد، همون شاگرداشان سیگارت کش و ناس کش میشوند. امروز به گوش ما آوازها میرسد که بعضی معلم ها طلبه ها را پول میدن که برای ما ناس بخر یا سیگارت بخر.